امروز با فضل و کرم الله سبحانه و تعالی با همراهی شمایان ما از این کتاب فقه میسر فقه آسان بیان باب دهم را میگیریم که باب دهم در اینجا فی صلات الجمعه، باب در بیان نماز جمعه که در این مسئله ها است. بسم الله الرحمن الرحیم، به نام الله بخشنده و بی نهایت با رحم. الحمدلله رب العالمین، حمد و ثنا مخصوص پروردگار جهانیان است. او را سپاس و ستایش میگوییم و از او کمک و یاری میخواهیم و آمرزش میطلبیم و به سوی او سبحانه و تعالی توبه میکنیم از بدیهای نفسهایمان و کارهای ناشایسته امان. و هر که الله سبحانه و تعالی او را هدایت کند کسی او را گمراه کرده نمیتواند و هر کسی که گمراهی را اختیار نماید کسی دیگر او را هدایت کرده هم نمیتواند. و گواهی میدهم که هیچ معبودی بجز الله نیست، یگانه است، تنهاست، بدون شریک. و گواهی میدهم که محمد صلی الله علیه و سلم بنده و رسول اوست صلی الله علیه و سلم. درود و سلام به پایان بر رسول الله صلی الله علیه و سلم و اهل خانواده و یارانش باد. پروردگار، ما هیچ دانشی نداریم بجز آنچه که تو بر ما آموخته ای. ای پروردگار مهربان، ما را به راه راست، به راه نیکو، به راه سودمندی راهنمایی کن و ما را بیامرز و علم ما را بیشتر بگردان. اما بعد، در این باب دهم، باب در بیان نماز جمعه، یک چند مسئله است. مسئله اول در این باب میفرماید حکمها و دلیل ذلك. حکم نماز جمعه و دلیل آن. نماز جمعه فریضه الهی است بر هر یک فرد مسلمان و دلیل آن قول الله سبحانه و تعالی در سوره جمعه آیه 9 میفرماید یا ایها الذین آمنوا اذا نودی للصلاة من یوم الجمعه فاسعوا الی ذکر الله و ذروا البیع. ای مؤمنان، الله سبحانه و تعالی در این آیه کریمه خطاب به سوی مؤمنان می-نماید، به سوی ما و شمایان میگوید ای مؤمنان، هنگامی که از روز جمعه برای ندای روز جمعه کرده شد، که اذان روز جمعه گفته شد، پس به سوی ذکر الله بشتابید، به سوی نماز جمعه بشتابید و تجارت های خود را ترک نمایید، چون عزیزترین مال چیز برای انسان این تجارت او است، مال او است. ترک نمایید. این دلیل مشروعیت فرضیت نماز جمعه در روز جمعه از برای تمام مؤمنان عاقل توانا، آیت قرآنی. و همچنین رسول الله صلی الله علیه و سلم در حدیث فرمودند، گفتند که رفتن جمعه رواه الجمعه واجب علی کل محتلم. گفتند رفتن جمعه یعنی حضور کردن در جمعه بر هر مردی به بلاغت رسیده واجب است. روایت نسائی این را در مجلد 3 صفحه 89 تحت رقم 1371 ذکر نمودند و البانی باشد این حدیث را در صحیح الجامع تحت رقم 3521 صحیح دانستند. و باز حدیث دیگری که از رسول صلی الله علیه و سلم ثابت شده است، این حدیث را مسلم روایت می‌نماید تحت رقم 865 گفتند که لا ينتهين اقوام عن ودعهم جماعات. البته بعضی از مردم از ترک کردن نماز جمعه دست میکشن، نمازهای جماعت و جمعه دست میکشن. او لیختمن الله علی قلوبهم ثم لیکونن من الغافلین. البته کسانی که از جماعت های نماز جمعه یعنی از نماز جمعه دست میکشن، البته که الله سبحانه و تعالی بر دلهای آنها مهر میزند و آنها را از جمله بندگان بیخبران میگرداند. امام نووی گفته است فیه ان الجمعه فرض عین. در تحت شرح این حدیث که بیان کردم که البته بعضی از مردم که ترک نمازهای جمعه میکنن، الله سبحانه و تعالی با ترک این نمازها دلهای آنها را مهر میزند و آنها از جمله اینسان بیخبران غافلان قرار میگیرن. چی فرمود؟ این دلالت میکند که جمعه فرض عین است بر هر شخص. شرح نووی در صحیح مسلم مجلد 6 صفحه 152. و باز حدیث دیگری که ذکر میشود الجمعه حق واجب علی کل مسلم. جمعه حق واجب است بر هر یک فرد مسلمان. مسئله دوم، علی من تجب. بر کی نماز جمعه واجب میگردد؟ نماز جمعه بر کی واجب میگردد؟ نماز جمعه فرض است بر هر یک مسلمانی بالغ عاقل مرد، آزاد، به بلاغت رسیده، عاقل و قادر رفتن به مسجد رو داشته باشد و مقیم باشد، یعنی مسافر هم نباشد، چون برای مسافر چیز این نماز فرض نیست، رفتن به نیکو است. پس فرض نمیگردد، فرض نیست نماز جمعه بر غلام، کودک یا اینکه بر برده ها، مالکیت شده ها، بر زنان، بر کودکان، بر دیوانه، بر بیمار، بر مسافر. برای این شخصیت ها نماز جمعه فرض نیست، فقط بر مردان بالغ و عاقل.
و توانا. و در حدیثی که از رسول الله صلی الله علیه و آله روایت شده است الجمعه حق واجب علی کل مسلم فی جماعه، جمعه حقی واجب است بر هر یک مسلمان در جماعت نماز خواندن را الا اربعه، گفتم مگر 4 نفر را، غیر از 4 نفر، المملوک برده، او المرأه یا که زن، او صبی یا که کودک، یا که او مرید یا که بیمار. روایت ابی داود تحت رقم 1054 و البانی در اروا این را تحت رقم 592 صحیح دونستند. اما مسافر باشد بر او فرض نیست همچنین، زیرا پیامبر الله صلی الله علیه و آله هیچگاه در سفر نماز جمعه را نمیخواندند. حتی در حج هم که روز عرفه بر روز جمعه راست آمد او نماز ظهر را خواند، با عصر جمع کرده خواند و نماز جمعه نخواندند. این از دلیل آنکه برای مسافران نماز جمعه فرض نیست. اما اگر مسافر با شهر بیاید که در آن جمعه برپا می شود باید با مردم نماز جمعه را بخواند. و اگر برده، غلام، زن، کودک، بیمار و مسافر به نماز جمعه حاضر شوند و نماز جمعه بخوانند نمازشون صحیح و درست است، دیگر نمازی ظهر نمیخوانند. المسئله الثالثه، مسئله سوم وقتها، وقتی نماز جمعه کدام وقت است؟ پس بدون وقتی نماز جمعه همان وقتی نماز ظهر است، وقت نماز پیشین است، یعنی بعد از زوال آفتاب تا وقتی سایه‌اش یک برابر شدن، قدر طولانیش رسیدن. حدیث انس ابن مالک رضی الله عنه که امام بخاری تحت رقم 904 روایت می‌نماید کان یصلی جمعه حین تمیل الشمس، اینکه پیامبر الله صلی الله علیه و جمعه را وقتی می‌خواندند که آفتاب میل می‌کرد، یعنی بعد از زوال جمعه را می‌خواندند. بارک الله فیک. و می‌فرماید که هو مروی عن اصحاب رسول الله صلی الله علیه و سلم من فعلهم، و همچنین این عمل یعنی که نماز جمعه را وقتی نماز پیشین خواندن از اصحاب پیامبر صلی الله علیه و سلم روایت شده است، از فعل آنها روایت شده است. در فتح الباری مجلد 2 صفحه 450 از ابن حجر ذکر شده است. پس هر کسی که یک رکعت نماز جمعه را اگر دریافت کرد، یک رکعت نماز جمعه را دریافت کرد، نماز را دریافت کرده است، نماز را دریافت کرده است. و دریافت کردن رکعت نماز از رکوع شروع میشه. اگر در رکوع امام را دریافت کردی تو نماز را دریافت کردی، اگر یک رکعت را دریافت کرد پس امام را دریافت کرده است. و اگر نه، اگر دریافت نکرد نماز ظهر میخواند، نماز پیشین میخواند. چون بعضی از مردم هستند که در اتحیات در آخر در نماز جمعه دریافت میکنن، همون خیلی میخونن میروند، نه بلکه نماز ظهر میخونن آنها. دلیل آن حدیث رسول صلی الله علیه و سلم من ادرک الرکعه من الصلاه فقد ادرک الصلاه، گفتن هر کسی که رکعت از نماز را دریافت کرد بدرست که نماز را دریافت کرده است. المساله الرابعه، مسئله چهارم، الخطبه، خطبه نماز جمعه. پس خطبه نماز جمعه یکی از رکنهای اساسی نماز جمعه به شمار می رود و نماز جمعه بدون خطبه صحیح و درست نمی گردد، چون پیامبر الله صلی الله علیه و سلم همیشه آن را نماز جمعه را با خطبه شروع می کردند، با خطبه نماز می خواندند. خطبه ها 2 عدد است. خطبه نماز جمعه 2 هست و شرط است که پیش از نماز جمعه خوانده شود. خطبه جمعه پیش از نماز جمعه خوانده شود. بدون خطبه نماز جمعه نیست. اگر یک لحظه هم باشد، انسان یک دقیقه هم باشد، خطبه نماید. المساله الخامسه، مسئله پنجم، فی سنن الخطبه، سنت های خطبه. میفرماید که یسن الدعاء للمسلمین، سنت است دعا کردن بر مسلمان ها، دعا بر مسلمان ها کردن برای اصلاح دین آنها، برای بهبودی دنیا اشان و همچنین برای هدایت و کامیابی راهنمایی مسلمانان در حق آنها دعا کردن. زیرا در حدیث آمده است که کان اذا خطب یوم الجمعه دعا، پیامبر الله صلی الله علیه و سلم در روز جمعه اگر خطبه میکردند دعا میکردند و اشار باصبعه امن الناس، و با انگشت سابع خود به سوی آسمان اشاره میکردند و مردم آمین میگفتند. و خطبه و نماز را یک شخص ادا میکند و خطبه باید با آواز بلند مطابق توان کرده شود. این موز که این میکروفون ها چیزا است دیگر نیاز بر این نیست الحمدلله. و خطبه در حالت ایستاده، راست ایستاده کرده می شود، نه نشسته. مخالف سنت است نشستن خطبه خواندن. الله میفرماید که و ترکوک قائما، و تو را ای پیامبر ایستاده گذاشتند. سوره جمعه آیت 11 یک در بیان روز جمعه باید در جمعه انسان راست خطبه نماید. و از جابر ابن سمره رضی الله عنه روایت است که گفتند کان رسول صلی الله علیه و سلم یخطب قائما ثم یجلس ثم یقوم فیخطب، اینکه پیامبر صلی الله علیه و سلم خطبه روز جمعه رو راست ایستاده خطبه میکردند، سپس می نشستند و سپس خسته باز خطبه میکردند. یک 2 خطبه بود. فمن حدثك عنه یخطب جالسا فقد کذب، گفتند جابر ابن سمره میفرماید که اگر هر کسی که بر تو گفت که رسول الله نشسته خطبه میکرد به درستی دروغ گفته است، دروغگویی کرده است. روایت مسلم تحت رقم 862. پس خطبه را بر بالای منبر یا
جای بلند باید بگوید، زیرا پیامبر صلی الله علیه و سلم کان یخطب علی المنبره، اینکه پیامبر الله صلی الله علیه و در بالای منبر خود خطبه میکردند و این برای شنیدن مردم تأثیر بخشتر است و صدا دورتر هم میرود و باید بین دو خطبه کم بنشیند. و دلیل آن حدیث عمر است رضی الله عنه، میگه کان نبی صلی الله علیه و سلم یخطب خطبتین، اینکه پیامبر دو خطبه میکردند و هو قائم فیفصل بینهما بجلوسین، پیامبر صلی الله علیه و سلم دو خطبه میکردند در حال ایستادن و بین آنها، بین این دو خطبه جدایی میانداختن با نشستن. روایت بخاری تحت رقم 928 و مسلم تحت رقم 861. و خطبه باید کوتاه خوانده شود نه دراز و دومین خطبه از خطبه اول با کوتاه‌تر خوانده شود. دلیل آن حدیث عمر رضی الله عنه، گفتن که طول کشیدن نماز انسان، طول کشیدن یک دراز خواندن نماز من و کوتاه بودن خطبه نشانه فقیه بودن آن انسان است، دانشمند بودن آن انسان است. پس نماز را دراز بخوانید و خطبه را کوتاه نمایید. روایت مسلم تحت رقم 869. و هنگامی که امام به سوی منبر میبراید، بالای منبر میبراید، طرف مردم گشته سلام میدهد. دلیل آن حدیث جابر رضی الله عنه است که فرمودند کان رسول صلی الله علیه و سلم اذا صعد المنبر سلم، پیامبر صلی الله علیه و سلم هنگامی که بالای منبر میشدند سلام میدادند. پس خطیب خطبه کننده تا تمام شدن اذان در بالای منبر می نشیند. دلیل آن حدیث ابن عمر رضی الله عنه است که کان رسول صلی الله علیه و سلم، اینکه رسول صلی الله علیه و سلم یجلس اذا صعد المنبر حتی یفرغ المؤذن ثم یقوم فیخطب، پیامبر صلی الله علیه و سلم وقتی به بالای منبر میبرآمدند می نشستند تا مؤذن اذان را تمام کند، بعد خسته خطبه میکردند. و همچنین سنت است که خطیب خطبه کننده با عصای تکیه بدهد یا مانند آن تکیه بدهد. و همچنین سنت است که خطبه باید طرف قبله، خطیب باید طرف قبله ایستاده روی به سوی مردم کرده خطبه نماید، پشت طرف قبله روی طرف سوی مردم خطبه بنماید. بارک الله فیکم. مسئله ششم، ما یحرم فعله فی الجمعه، چی کارهای در جمعه، در روز جمعه حرام است، چی کارهای کردن آن در روز جمعه حرام است، یعنی که ناجایز و ناشایسته ناروا است. اولا حرام است سخن کردن هنگام خطبه امام و دلیل آن حدیث پیامبر صلی الله علیه و سلم است. گفتند که من تکلم یوم الجمعه، هر کسی که در روز جمعه سخن بگوید و الامام یخطب و امام در حالی که خطبه کرده ایستاده است، فهو کالحمار یحمل اسفارا، این انسان سخن کننده مثل یک خر است که کتاب‌ها را با خود برداشته است، نه که از آنها چیزی فایده نمیگیرد. این حدیث را امام احمد در مجلد اول صفحه 230 روایت کردند و همچنین ابن حجر در بلوغ المرام روایت کردند و سند او را سند خوب گفتند. و همچنین این حدیث در سبل السلام در مجلد دوم صفحه 182 تحت رقم 421 ذکر شده است. و باز حدیث دیگر، اذا قلت لصاحبك انصت والامام یخطب فقد لغوت، اگر بر برادرت کسی که در پهلوی نشسته است در روز جمعه برای گفتی که خاموش بست، گوش ده، در حالی که امام خطبه میکند، پس سخن بیهوده گفته ای، لغو کرده ای. حدیث متفق علیه است، یعنی که بخاری تحت رقم 394 و مسلم تحت رقم 851 ذکر کردگی هستند. یعنی که انسان از گفتن بیهوده و باطل، از لغو خودداری نماید. و همچنین حرام است در وقت خطبه از میان گردن مردم یا که از میان کتف آنها گذشت نماید، به صف پیش برود، پیشتر رود. این هم جایز نیست. و دلیل آن فرموده رسول الله صلی الله علیه و سلم، پیامبر صلی الله علیه و سلم با مردی که این کارو میکرد گفت اجلس فقط اذیت، بنشین زیرا تو آزار رسانده ایستادی، آزار رسانیده ای. این حدیث را ابی داود تحت رقم 1118 و نسائی و حاکم این حدیث را صحیح دانستند و ذهبی نیز این را موافقتی نمودند، زیرا این کاری که انجام میدهد، یعنی بر بالای کتف مردم گذشته به صف دیگر میرود، این سبب آزار و اذیت مردم میگردد، آنها را از گوش کردن خطبه باز می‌داراند، فکر آنها را پریشان میکند. اما برای امام اگر راه دیگری نداشته باشد که بگذرد، جایز است که بر مردم، بر نزدیک کتف‌های مردم آنها را یک طرف کرده بگذرد و به صف پیش رود، تنها برای امام. و همچنین در روز جمعه بین دو نفر جدا کردن جایز نیست، دو نفر را جدا نمایید، در بین آنها بنشینی. و دلیل آن حدیث پیامبر صلی الله علیه و سلم از فرموده که من اغتسل یوم الجمعه، هر کسی که در روز جمعه غسل نماید ثم راح فلم یفرق،
سپس بر سوی نماز رفت و جدا نکرد بین اثنین، بین دو نفر. فصل ما كتب له، پس آنچه که برای وی ارزشمند است، ارزنده است که بگذارد از نماز، یکی نمازی بخواند، غفر له ما بینه و بین الجمعه الاخرى، گناهانی بین این جمعه و آن جمعهش بخشیده می شود. روایت بخاری تحت رقم 910. بارک الله فیکم. المسأله السابعه، مسئله هفتم، بما تدرک الجمعه، جمعه با چی دریافت کرده می شود؟ جمعه با دریافت یک رکعت با امام دریافت کرده می شود. یعنی انسان اگر که جمعه را دریافت کرد، یک رکعتی از نماز را دریافت کرد، به درستی که نماز جمعه و ثواب آن را دریافت کرده است. چنانکه از ابی هریره رضی الله عنه مرفوع آمده است که فرمودند اذا ادرک من الجمعه رکعتا، اگر یک رکعتی را از جمعه دریافت کردی، فقط ادرک الصلاه، فقط به درستی که دریافت کرده است، یک رکعت نماز جمعه را دریافت کرده است. این حدیث رو ابن ماجه تحت رقم 1121 روایت کرده و البانی این حدیث رو صحیح دانستند. بارک الله فیکم. اگر کسی کمتر از یک رکعت نماز جمعه را دریافت کرد، پس نماز را دریافت نکرده است. یعنی هیچ رکعتی را از نماز دریافت نکرد، امام را در اتحیات پیدا کرد. در این حالت این چیکار می‌نماید؟ نماز پیشین را کامل می‌خواند. دیگر المساله الثامنه، مسئله هشتم، فی نافله الجمعه، درباره نافله های جمعه، درباره نافله های نماز جمعه. نماز جمعه پیش از خود سنت معین، یکی سنت ثابت شده ای ندارد، شده که مردم 2 رکعت و 4 رکعت میخونن یا که پیش از اذان. اما اگر کسی پیش از امام، پیش از فرارسیدن وقت نماز به مسجد داخل شد، مطلقا چند رکعت از نمازی که بخواند برای جایز است، مستحب است، اشکال ندارد. زیرا پیامبر صلی الله علیه و سلم مردم را به این که بر نماز خواندن تشویق کردند. چون در حدیث سلمان است که پیش گذشت، من اغتسل یوم الجمعه، کسی که در روز جمعه غسل نماید، ثم راح فلم، سپس رفت، فلم یفرق بین اثنین، بین دو نفر جدایی نانداز، فصل بما کتب له، ما کتب له، پس نماز گذاشت آنقدر که توان دارد. همین نقطه‌ای که نماز گذاشت آنقدر توان دارد، این دلیل بر آن است که انسان اگر در روز جمعه با نماز جمعه حاضر شد، امام در خطبه نیست، هر قدر نمازی بخواند برای جایز و روا است. و همچنین از عمل کردی صحابگان کرام رضی الله عنهم و فضیلت نماز نافله نیز برمی آید که انسان بجز وقتهای نهی هر نمازی که بخواند برای جایز و درست است. و اگر کسی نخواند، بر او انکار کرده نمی شود. چرا نخواندی؟ زیرا سنت های معین شده راتبه که در روز جمعه آمده است، این پس از نماز جمعه است، نه پیش از نماز جمعه. یا 2 رکعت یا 4 رکعت یا 6 رکعت بعد جمعه. و دلیل آن عمل و فرموده پیامبر صلی الله علیه و سلم است. کان یصلی بعد الجمعه رکعتین، گفتن که پس از نماز جمعه رسول الله 2 رکعت نماز می‌خواندند. این حدیث متفق علیه است، یعنی که در صحیح بخاری تحت رقم 937 و مسلم تحت رقم 882 روایت کرده است. و پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمودند اذا صلى احدکم جمعه، اگر کسی از شما نماز جمعه را خواند، فلیصلی بعدها 4 رکعات، پس بعد آن 4 رکعت نماز بگذارد. مسلم تحت رقم 881. و در روایت دیگری هم آمده است من کان منکم مصلیا بعد الجمعه فلیصلی 4، اگر کسی از شما بعد جمعه نماز میخواد بخواند، پس 4 رکعت بخواند. روایت مسلم تحت رقم 881. اما 6 رکعت خواندن که در اول ذکر کردیم، 6 رکعت به این سبب است که ابن عمر رضی الله عنه روایت شده است که فرمودند میگه ان نبی صلی الله علیه و سلم، این که پیامبر صلی الله علیه و سلم کان یصلی بعد الجمعه 6، پیامبر بعد جمعه 6 رکعت نماز میخوندند. در شرح ممتع مجلد 4 صفحه 102. و ابن عمر همین کار نیز انجام دادند، چون که ابی داود تحت رقم 1130 روایت کرده است. پس از این معلوم می شود که کمترین راتبه های نماز جمعه بعد از جمعه 2 هست، زیادی آن بیشتری آن 6 است. چون که شیخ الاسلام رحمه الله تعالی بر این نظر است که اگر در مسجد خوانده شود 4 رکعت بخواندش، اگر در خانه بخواند پس 2 رکعت بخواندش. چون که ابن القیم در زاد المعاد مجلد اول صفحه 440 ذکر کردند. پس خواندن آن به حالت های گوناگون اجازه داده می شود، اما پیش از جمعه چون بیان کردیم یگام سنت نیست، مگر اینکه انسان داخل مسجد شد تحیه مسجد بخواند. اگر امام تا حال شروع نکرده باشد، نمازهای نافله چند قدر میخواند بخواند، نه که این را با پیامبر نسبت ندهد، بلکه از عموم احادیث. بارک الله فیکم. المسألة التاسعة، مسألة نهم، كيفية صلاة الجمعة،
کیفیت نماز جمعه، یعنی چگونه خواندن نماز جمعه. نماز جمعه 2 رکعت است و در آن قرائت با آوازی بلند صورت میگیرد، زیرا پیامبر صلی الله علیه و سلم همین طور میکردند و کار پیامبر صلی الله علیه و سلم این سنت است، اجرا کردن آن لازم است. علما بر این اتفاق دارند و گفتند که یسن ان یقرأ فی الرکعه الاولى بسوره الجمعه بعد الفاتحه، سنت است که در قرائت اول بعد از سوره فاتحه سوره جمعه را بخواند و فی الثانیه بسوره المنافقین و در رکعت دوم بعد سوره فاتحه سوره منافقین را بگذارد. این حدیث روایت مسلم است تحت رقم 887 و همچنین فرمودند که او یقرأ فی الاولى بسوره اعلى، در رکعت اول بعد سوره فاتحه سوره اعلى را بخواند و فی ثانیه و در دوم رکعت سوره الغاشیه سوره غاشیه را بخواند. حدیث را مسلم تحت رقم 878 و با دلیل آنکه پیامبر صلی الله علیه و این طور این کار را انجام دادن. بارک الله فیکم. المسأله العاشره فی سنن الجمعه، مسئله دهم در بیان سنت های روز جمعه. سنت های روز جمعه. اولین سنت روز جمعه پیش از وقت نماز بر وقت به مسجد حاضر شدن. بر وقت به مسجد حاضر شدن برای دریافت اجر بزرگ، چگونه که در حدیثی که ابی هریره رضی الله عنه ذکر کردن آمده است که پیامبر فرمودند من اغتسل یوم الجمعه، اگر هر کس که در روز جمعه غسل نماید ثم راه فی الساعه الاولى، سپس در ساعت اول به مسجد حاضر شود، فکأنما قرب بدنا، مثل آن که یک شتر قربانی کرده است. اگر ساعت اول تو بروی مثل آن که یک شتر در راه الله سبحانه و تعالی تو قربانی کرده هستی. و من راه فی ساعت الثانیه، اگر هر کس که در ساعت دوم به مسجد حاضر شود، فکأنما قرب بقره، همچنین که یک گاو را در راه الله قربانی کرده است. و من راه فی ساعت الثالثه، اگر کسی که در ساعت سوم به جمعه حاضر شود، فکأنما قرب کبشا اقرن، هر کی در ساعت سوم به مسجد حاضر شود مثل اینکه قربانی گوسفند شاخدار را قربانی کرده است، نه گوسفند خوب و نیکویی را. و من راه فی ساعت الرابعه، و هر کسی که در ساعت چهارم به مسجد حاضر شود، فکأنما قرب دجاجه، مثل اینکه یک مرغ در راه الله قربانی کرده است. و من راه فی ساعت خامسه، هر کسی که در ساعت پنجم که در آخر اگر می شود به مسجد حاضر شود، فکأنما قرب بایضه، یک تخم را در راه الله خیر کرده است. و اذا خرج الامام حضرت ملائکه، اگر امام برآمد و چون امام بیرون شود برای خطبه یعنی ببراید، فرشتگان حاضر می شوند. الله اکبر. فرشتگان حاضر می شوند، احاطه میکنند آن مکان را، یستمعون الذکر، و این ذکر را، این یادرسی را گوش میدهند، حتی ملائکه گوش میدهند. حدیث متفق علیه که بخاری تحت رقم 881 و مسلم تحت رقم 850 ذکر کرده این حدیث را. پیامبر همچنین فرمودند من غسل یوم الجمعه و اغتسل، هر کی روز جمعه کسی را غسل دهد خودش هم غسل نماید و بکر و ابتکر و بر وقت رود و نزدیک شود به صفهای اول، کان له بكل خطوه یخطوها اجر سنه صیامها و قیامها. الله اکبر. هر قدمش برایش ثواب یک ساله روزه و نماز را کتابت میگردد. بر هر قدمی که مینهد یک ساله ثوابی روزه‌داری و نمازگزاری کتابت میگردد. روایت ترمذی تحت رقم 496 در ترغیب و ترهیب مجلد اول صفحه 274 247 ذکر کرده هستند. دوم، غسل کردن در روز جمعه. غسل کردن در روز جمعه سنت است با دلیل حدیث ابی هریره من اغتسل یوم الجمعه، هر کی روز جمعه غسل جنابت از برای جنابت تمام بدن خود تر می‌نمایی تازه می‌نمایی، انا همین غسل نماید گفتن. باید انسان در این غسل روز جمعه مواظب باشد و آن را ترک نکند، خصوصا برای کسی که از بدنش بوی بد میبراید. بعضی از علما این غسل نمودن روز جمعه را واجب دانستند با دلیل حدیثی که ابی سعید خدری رضی الله عنه روایت می‌نماید غسل الجمعه واجب علی کل محتلم، گفتن غسل جمعه، غسل گرفتن در روز جمعه واجب است بر هر کسی که بلاغت رسیده است، کسی که با سن تکلیف رسیده است. روایت بخاری تحت رقم 879 و مسلم تحت رقم 846 و می‌فرماید که احتمالاً قولی که واجب می‌دانند غسل روز جمعه را این قوی‌تر است و غسل روز جمعه تنها و فقط با عذر باید ترک شود، به عذر ترک نشود. و همچنین سنت است که عطر زدن و تازه نمودن خود، اینچنین دور کردن آن چیزهایی که باید از بدن دور کرده شود مثل گرفتن ناخن‌ها و غیره، با غسل خود تازه نماید از هر گونه بوی‌ها و نوع‌های چیزهایی که هست یا که سبب پیدا شدن بوی در بدن انسان می‌گردد، مثل تازه کردن موی‌هایی که تازه کردن آنها برای انسان لازمی است،
زیر نوف، زیر کش، هر چیز دیگر که باشد، ناخن‌ها و همچنین سنت است که موی شرمگاه گرفته شود، موی زیر بغل کنده شود، ناخن‌ها گرفته شوند، تازه کرده شوند، موی لب‌ها کوتاه کرده شوند با همراه استفاده عطر. و دلیل آن حدیث سلمان است، گفته که لا یغتسل الرجل یوم الجمعه، هر مرد که روز جمعه غسل کند و یتطهر ما استطاع من الطهر، و طوری که میتواند خود را پاک کند، و یدهن من دهنه، و از روغنی‌های خود عطر خود خوشبویی بزند و خوشبویی نماید خود را. و ابن حجر گفتند که منظور از پاک کردن مبالغه در پاکیزگی است، یعنی خوب خود را پاکیزه نماید. پس معلوم می‌شود که منظور از آن تازگی به واسطه کوتاه کردن مشت، چیزهایی که آزاردهنده ناخن و غیر از چیزی که بیان کردیم لازم است. روایت بخاری تحت رقم 883 و فتح الباری در شرح صحیح بخاری مجلد 2 صفحه 432 ذکر نمود. سنت است که پوشیدن لباس بهترین، انسان در روز جمعه بهترین لباس رو به بر نماید، چگونه که دلیل آن حدیث ابن عمر رضی الله عنه است که ان عمر ابن خطاب رضی الله عنه رأى حلة سیرا عند باب مسجد. عمر ابن خطاب نزد در مسجد با یک جامه دیدند، یک جامه زیبا دیدند که خطهای سرخ داشت در نزد در مسجد. فقال، گفت یا رسول الله لو اشتريت هذه، گفتند ای رسول الله اگر تو این رو می خریدی، فلبست یوم الجمعه، و روز جمعه آن رو می پوشیدی، وللوفد اذا قام الیک، و آن کسانی که از برای تو نزد تو می آیند برای آنها بپوشی. لباس زیبایی بود. من بخاری از این حدیث دلیل آورده در باب یلبس احسن ما یجد، نکی پوشیدن بهترین لباسی که دارد از جامعه ها هر چیز باشد در روز جمعه. و ابن حجر گفتن که دلیل است، این دلیل است که پیامبر صلی الله علیه و سلم سخن عمر را رد نکردند، یعنی اصل در زیبا پوشیدن در روز جمعه تصدیق می نماید. فتح الباری مجلد 2 صفحه 434. و این چنین با دلیل حدیث پیامبر صلی الله علیه و سلم که فرمودند ما علی احدکم لو اشترى ثوبین لیوم الجمعه، چرا یکی از شما برای روز جمعه دو لباس نمیخرد غیر از لباسهای کاریش، غیر از لباسهای کاری، که روز جمعه لباس خود داشته باشی. روایت ابی داود تحت رقم 1078 و ابن ماجه همچنین 1095 و البانی این رو صحیح دونستند، یعنی دو لباس تازه و مناسب غیر از لباسهای کاری که داری. و سنت دیگری که در این روز جمعه باید انجام داده شود، شب جمعه بسیار بر پیامبر صلی الله علیه و سلم صلوات فرستاندن. و دلیل آن گفتن که اکثر من الصلاه علی یوم الجمعه، در روز جمعه بر من زیاد درود و صلوات بفرستید. روایت ابو داود تحت رقم 47 و نسائی و ابن ماجه حکیم این حدیث را صحیح و البانی همچنین این حدیث را در سنن ابن ماجه تحت رقم 889 صحیح دونستند. و سنت است که در نماز صبح روز جمعه سوره سجده و انسان خوانده شود، چون پیامبر همیشه این کار را صلی الله علیه و سلم میکردند. دلیل آن صحیح بخاری تحت رقم 891. و این چنین سنت است که در روز جمعه سوره کهف خوانده شود، در روز جمعه سوره کهف خوانده شود. و دلیل آن گفتن که روایت حکیم است و البانی این حدیث را صحیح دونستند در ارواء الغلیل مجلد 3 صفحه 93 گفتند که من قرأ سوره الکهف یوم الجمعه، اگر هر کس که سوره کهف را در جمعه بخواند، ساطع له نورا من تحت قدمه الى عنان السماء، یک نور او را از زیر پایش فرا میگیرد تا آسمان، یضیء به یوم القیامه، و در روز قیامت برای وی نور میگردد. غفر له ما بین جمعتین، و بین هر جمعه بر او مغفرت کرده می شود، بخشیده می شود. و سنت است که کسی به مسجد روز جمعه داخل می شود، سنت است که کسی به مسجد روز جمعه داخل می شود ننشیند، بلکه دو رکعت نماز تحیه مسجد را بگذارد سپس بنشیند، چگونه که در صحیح بخاری تحت رقم 930 است، صحابه کرام داخل مسجد شدن در روز جمعه که پیامبر خطبه کرده ایستاده بود، نشستند. پیامبر خطبه خود را قطع کردند در حالی که خطبه واجب بود و گفتند خذ تحیه مسجد را بگذار سپس بنشین. اگر چند خطیب هم خود در حالت خطبه خواندن باشد، تو دو رکعت نماز را خوانده سپس بنشینی. و همچنین در روز جمعه سنت است که بسیار بر کثرت دعا کردن و همچنین جستجو نمودن ساعت اجابت دعا، با دلیل آن حدیثی که بخاری و مسلم روایت می‌نمایند ان فی الجمعه لساعت، گفتند بعد روز که در روز جمعه یک ساعت هست، لا یوافقها عبد مسلم و هو قائم یصلی، که هر بنده مسلمان آن وقت در نماز باشد، یسأل الله شیئا، از الله در این وقت چیزی طلب میکنه، چیزی میپرسد، الا اعطاه الله، مگر اینکه الله بر
آنچه خواستش رو میدهد. پس این از چیست؟ سنت های روزی جمعه.